به نام خدای زیبا آفرین. متخصصان قلب و عروق میگن که میدونید چه زمانی قلب آدم ها پیر میشه؟ زمانی که تغییرات ضربان قلب کاهش پیدا میکنه، زمانی که دیگه قلبمون برای چیزی نمیتپه. مسئله نداریم که ما رو مضطرب کنه، مسئله نیست که بخواد قلب من به خاطر او بتپه. قلب زمانی پیر میشه که نسبت به اتفاقات زندگیش دیگه سر شده، دیگه هیچی براش مهم نیست. اما کسی که قلبش جوانه، عشقی در اون هست که به خاطر او ضربان قلبی داره. زمانی که قلب کسی جوانه، گاهی حال خوبی داره، گاهی حال بدی داره. قلبش میفهمه که ظاهراً در او موضوع، مسئله یا دوست داشتنی هست که بخواد به خاطر او تپش داشته باشه و این مسئله دیگه سن نمیشناسه. گاهی وقتا ممکنه کسی در جوانی، در میانسالی قلبش پیر شده، نسبت به اتفاقات پیرامونش دیگه سر شده، دیگه چیزی عصبانیش نمیکنه، دیگه چیزی خوشحالش نمیکنه، دیگه چیزی غمگینش نمیکنه، دیگه هیچی براش مهم نیست. اینجاست که این انسان ممکنه در عنفوان جوانی پیر شده باشه. شاد و پیروز باشید.